هریره میگوید پرسان کردم پیغمبری خدا این با این قدر سحر کلان شما گفته تمام دنیا را دور میزند غیر مکه و غیر مدینه، تمام درآمدگاه های مکه و مدینه از فرشته ها خداوند پاسبان میگذاشته است، این بدبخت در این دو شهر پاکیزه داخل شده نمیتوانست است، دیگر تمام جا در داخل میشده است. رسول الله حرکتش چگونه است؟ پیغمبر گفتند چگونه که از پس یک ابر بهاری باد سخت میوزد ابر چگونه حرکت میکند، این دجال حرکتش همچنان است. رسول الله گفتند، از رسول الله سوال کردند با این قدر فساد و با این قدر سحری که دارد حیاتش چند روز است؟ چند روز حیات داشته باشد؟ رسول الله گفتند 40 روز. همگی 40 روز در روی دنیا گفتیم باقی میماند. برادرای عزیز این افسانه نه، این حکایه نیست، این حقیقت است از پیغمبر صادق، از پیغمبری که خداوند در سوره نجم او را بیان میکند و ما ینطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، این محمدی که در بین شماست هیچ سخن نمیگوید تا اگر من بر او کس فرمان ندهم. این پیغمبر سخن مرا میگوید و افسانه برای شما نمیگوید. 40 روز گفت در روی زمین حیات دارد، تا که رسول الله بیان کردند یکم روزش گفت مثل سال است، یک روزی اولش گفتند مثل گویا که یک سال، چگونه ای که ما و شما 365 روز در یک سال حیات داریم مثل همین دراز میکشد. دویم روزش پیغمبری خدا گفتند مثل یک ماه است. سیوم روزش گفتند مثل یک هفته است. باقی 37 روزش مثل روزهای ما و شماست. گفت همگی حساب کردم 1 سال و 2 ماه و 14 روز را تشکیل میداد است. دجال در روی این زمین 1 سال و 2 ماه و 14 روز حیات میدید است. در این 1 سال و 2 ماه و 14 روز تمام دنیا را فساد میکند، تمام دنیا را فساد میکند.